سلام رفقا، چطورید؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوشحالم که دارم دوباره ویدیو میگیرم براتون. حدود یه هفته‌ای فرصت نکردم، مثلا انرژیش هم نبود، ما رمضون هم شدیم، مقداری کم کار شدم تو بحث ویدیو گرفتن، ولی الان واقعا دست پر اومدم. این ویدیو رو حتما با دقت ببینید، مخصوصا کسانی که استراتژی سوینگ تریدینگ و کامل ویدیوهاشو دیدن، چون این پارت 4 اونه و فوق العاده نکات مهمی رو میخوام بهتون بگم که تکمیل کننده است و تجربه 2 هفته‌ای رو که در واقع لایو جلوی همتون ترید انجام شده و با نشون دادن نتایج، با نشون دادن حتی برآیند، حتی اون روند صعودی، تمام اینا رو میخوام بهتون نشون بدم که در طول این 2 هفته چه اتفاقاتی افتاد و چه تغییراتی رو داریم، چه نکات مهمی رو میخوایم اضافه کنیم و یه سری توضیحات دیگه. من اول توضیح بدم راجع به مسیری که تا اینجا طی شده، حالا دوستانی که بعداً همین ویدیو رو میبینن به دردشون میخوره. ببینید، ما یه استراتژی رو اول آموزش دادیم، استراتژی تبدیل 4000 خورده‌ای، خلاصه استراتژی اسکلپ. خب و حالا چون کاور این اومده اینجا و در واقع تو این استراتژی من اومدم به شما راهی رو گفتم که اگر بخواید به عنوان یک اسکلپر فعالیت بکنید توی بازار، کسی که تریدهای کوتاه مدت میکنه، فوق العاده این ویدیوها میتونه براش مفید باشه. و کاری ندارم به این که آقا شما حتما میخواید این رو انجام بدید، ولی مطمئنا اگر اینها رو ببینید برای خودتون در استراتژی اسکلپ خودتون میتونید نکاتی رو به استراتژیتون اضافه بکنید که فوق العاده بهتون کمک میکنه. این مسیر رو طی کردیم و بعد از اون وارد بخش مورد علاقه من شدیم که بخش سوینگ تریدینگ و من اومدم دسته‌بندی جدایی رو ایجاد کردم و استراتژی سوینگ تریدینگ رو بهتون آموزش دادم، چیزی رو که خودم شخصا استفاده میکنم و چیزیه که واقعا سوددهه. خب و چون این 3 تا پارت رو که گذاشتم، خب مطلب رو میشه گفت به طور کلی بهتون رسوندم. خب ولی منتظر شدم ببینم نظراتتون چیه. حالا خیلی از دوستان رو زیر نظر گرفتم ببینم که چیکار میکنن. خیلی از نظرات که یعنی حدود 80-90% افراد نگرش مثبتی دارن و نظرشون کاملا اوکی بود. 10% یه سری نظراتی دادن راجع به نحوه مثلا اینکه آقا این معامله مثلا بار روانی بالایی داره، این معامله نمیدونم مدیریت کردنش سخته، نمیدونم سرمایه زیادی میخواد، ما اینقدر پول نداریم فلان، از این جور صحبت ها. من قبل از اون زمان میخواستم پارت 4 هم ضبط کنم و گفتم خب پس صبر کن، من حداقل 1-2 هفته ترید انجام بدم، خودم ترید انجام بدم و عملا بیام مسیری رو که میخوام توی پارت 4 بگم رو اول قشنگ یه مسیر جدید، اون چیزی که داره طی میشه نه، که حالا بهتون نشون میدم چه نتایجی داشتیم، یه چیز جدید رو همین اول هفته استارت بزنم، 2 هفته باش برم جلو و بعد راجبش ویدیو بذارم که افرادی که میبینن با نتیجه بهتون نشون بدم که آقا این چیزی که من دارم به شما میگم اینم نتیجهش. خب حالا خیلی از رفقا که داخل کانال تلگرام هستن و میدیدن در طول این مدت که من میذاشتم حتی اکانت دومی که من گرفتم وین ریتش تا حدود 1 هفته، حدود 5 روزی فکر می‌کنم، تا حدود 4 روز یا 5 روز وین ریتش 100% بود، یعنی همه معاملاتی که من گرفتم تیپی خورد. و خلاصه اومدم اینو توضیح بدم. پس استراتژی اسکلپ رو بهتون گفتم. یه نکته هم بود، چند نفری سوال پرسیده بودن که آقا شما مثلا استراتژی شخصی خودت چیه، یعنی من استراتژی شخصی من چیه و آیا مثلا استراتژی نداری که اینقدر داری تغییر استراتژی میدی؟ ببین، یکی از مهمترین کارهایی که من الان دارم انجام میدم، خب چی میگن، آرشیو کردن اطلاعات ذهنی خودم اینجا. خب ببین، من اگر استراتژی اسکلپی که بلدم رو اینجا نیام بذارم به این دقت، خب ممکنه خود منی که الان میخوام ازش فاصله بگیرم بعد از یه مدت وقتی برگردم روش ضعف داشته باشم، توش اون قوت لازم رو نداشته باشم. درسته؟ پس تمام چیزی رو که اول بهتون بگم، این کانال رو بیشتر من برای خودم دارم، چون مطالبی که اینجا میذارم میدونم اگر مثلا 1 سال دیگه برگردم این نکات رو مرور بکنم قطعا میتونه به من نکاتی رو یادآوری بکنه که شاید 1 سال دیگه مثلا بعضی از نکات رو یادم رفته باشه. درسته؟ و در کنارش خب خیلی زیادی هم داره میرسونه، یعنی شما کاملا دارید مسیر رو یاد میگیرید. پس این که میبینید من الان مثلا میام استراتژی اسکلپ رو بهتون دادم، بعد اومدم استراتژی سوینگ رو شروع کردم بهتون دادم و در کنارش مثلا چند تا نکات آموزشی، حالا اینا که اصلا بحث استراتژی نیست، خب و حتی موضوعات روانشناسی هم من اومدم اینجا گفتم. دیدید مثلا توی کلیدای طلایی فارکس آموزش‌های روانشناسی من اومدم کامل یه مدت تمام ذهنیت‌های روانشناسی که تجربه داشتم رو کامل آموزش دادم. ببین، پس این دسته‌بندی‌ها رو من بیشتر برای خودم دارم آرشیو می‌کنم. خب پس خیلی جدی بگیرید، واقعا به دردتون می‌خوره، چون من چکیده
دیگه تمام این مدت رو دارم جمع میکنم و اینجا قرار میدم، چیز الکی قرار نمیدم. ویدیویی که حس کنم ضعیف باشه رو حذفش میکنم. اینم از این مسئله که گفتم در جریان باشید. استراتژی اصلی من در حال حاضر سوینگ تریدینگه. خب چون که با روانشناسی من کاملا سازگاری داره. دقت بکنید، این نکته خیلی مهمی رو میخوام بهتون بگم. ببین من شخصا خودم رو شناخت کافی از خودم پیدا کردم و اومدم بررسی کردم، دیدم که آقا من وقتی که سوینگ تریدینگ میکنم، من چون همزمان هم اسکالپ رو کار میکردم هم سوینگ رو کار میکردم، میدیدم به یه شکلیه که وقتی من سوینگ ترید انجام میدم نه بار روانی رومه، نه استرس زیادی قراره بکشم، سناریوهام هم اینقدر قویه برای بازار که بازار هر کار بکنه در یه نقاطی از بازار، چه بالا بره چه پایین بره به نفع منه. پایین بره در نقاط کلیدی اوردرهای بعدی من رو فعال میکنه، بالا بره مثلا برای همین معامله بالا بره تی پی من رو میده. یعنی در هر صورت با اون دیدگاهی که من دارم میبینم مثبته و اصلا بار روانی برای من نداره، چون مدیریت سرمایه رو به خوبی دارم رعایت میکنم توش. حالا نکته بعدی در مورد اسکالپ. من شخصا، شاید شما اینجوری نباشی، من شخصا اسکالپ که میکنم وقتی میبینم آقا مثلا هی باید بار روانی تحمل بکنم، وقتی مثلا چه میدونم معامله میاد میره منو هانت میکنه، اعصابم خورد میشه، نمیدونم هزار تا اتفاقای اینجوری میفته، رو مخم میره، من چیکار میکنم؟ من میگم آقا خب پس به نفع منه، چیزی که میبینم داره هم به من سود بیشتری میده هم بار روانی کمتری برای من داره، خب من اونو انتخاب میکنم. چرا بیام مثلا یه چیزی رو روش تمرکز بکنم که هم من رو اذیت بکنه هم نتیجهش از این نتیجه‌ای که میخوام ضعیف‌تر باشه؟ ببین در واقع من این چالش رو داشتم با خودم و کاملا الان دیگه به اون ثباتی که میخواستم تو ذهن خودم رسیده که من اومدم برای خود شخصم گفتم آقا من یه مدت همزمان هم اسکالپ میکنم هم ترید، حدود یک ماه و نیم فکر میکنم ادامهش دادم و دیدم که آقا نتایج سوینگ اولا برای من خیلی قوی تره، دوم این که بار روانی نداره و اومدم کلا سبک خودم رو انتخاب کردم که سوینگ باشه. بعد خب من یه دونه اکانت 10K داشتم، بذارید اینجا من اول OBS رو هم انتقال بدم، این توضیحات لازمه براتون چون که میخوام نتایج رو هم بهتون نشون بدم. خب اینجا بذارید من این رو هم که بشه اوکی. اینجا ببینید بریم پایین قشنگ. خب از بخش رسانه ایمیج من اون اکانت 10K رو بتونم پیدا بکنم براتون. من قبل از اینکه اکانت های پراپ رو بگیرم، یعنی اومدم گفتم آقا من میخوام که بیام یه اکانت 2 تا اکانت پراپ بگیرم خب و روشون کار بکنم. حالا الان دارم لاگین میکنم که بتونم آنالیزای اکانت ها رو بهتون نشون بدم. 2 تا اکانت پراپ رو گفتم میگیرم. حالا شروعم با اکانت 25K بود، گفتم یه اکانت معمولی باشه که استارت رو بزنیم ببینیم چه جوریه. 2 تا اکانت 25K من گرفتم و برآیند جفتش اولا که کاملا مثبت در طول 2 هفته گذشته و دوم این که اکانت دوم ما وین ریت 100% داشته. حالا ببینید من الان اینا همه رو بهتون نشون میدم، فقط بخش اکانت 10K رو اگر که من بتونم پیدا بکنم یک لحظه. ببینید اینجا بود فکر می‌کنم بالاتر، یک لحظه به من اجازه بدید. اوکی این همون اکانت 24 تا. ببینید این اکانت رو، حالا من دیگه شاتای اولش یه مقداری فکر کنم پیدا نمیشه. این اکانت از 10K من دقیقاً جلوی رفقا استارتش رو زدم خب و شروع کردیم پله پله بردیمش جلو. اینجا بود فکر می‌کنم ببینید 10K. خب من از 10K شروع کردم به ترید کردن و تک تک شات ها داخل کانال هست. ببینید من الان همینجا گو تو مسیج اینجا ببینید از اینجا شروع کردم به ترید کردن. خب اولین معامله اکانت هم همین بود، اولین معامله که حدود $420 هم به ما پروفیت داد. خب با یک لات استارتشو زدم، بعد دیدم حجمش زیاده اومدم کمش کردم و اینو ادامه دادیم و این اکانت رسید به حدود 11,000 و آخرین معامله‌شو همین 2 روز پیش 3 روز پیش بستم. در طول 2 هفته گذشته، در طول 1 هفته و نیم، چون الان حدود نصفی هفته است که من تریدی نکردم توش، رسید به $11,600. الان اگر بتونم اکانت رو پیدا بکنم براتون، پیامشو گذاشته بودم که معاملات آخرش بود 11,000 رو ببینید اینجا معاملات رو می‌بینی، معاملات باز من بوده همزمان که داشتم مدیریت می‌کردم. ببینید 10,900 تا
و اینجا توضیح داشتم میدادم به بچه‌ها که معاملات رو چجوری دارم مدیریت میکنم. اینا همون اکانت هاست. ببینید مجموع پروفیت تا اینجا شد $1162. نکات آموزشیشو گفتم. اینجا اکانت پراپ رو استارتش رو من زدم. خب یکم عقب‌تر اسم میکنم. بذارید اینجا بود. اینجا 11162 فکر می‌کنم ادامه داشته باشه. اینجا ببینید اکانت اول پراپ ماست. خب و من اکانت اول رو استارت زدم با یک اکانت 25 کایی و الان اینورم باز بهتون داشبوردش رو قشنگ نشون میدم و شروع کردیم با هم ترید کردن و این اکانت ادامه پیدا کرد. بذارید اینم برسیم به اکانت دوم. اینجا معاملات بعدی اکانت که یک معامله حدود 5 روز باز بود که من شاتش رو از آخر گذاشتم و در نهایت رفتیم جلو. ببینید این اکانت 2200 تا. بذارید من برم از توی کانال بهتون نشون بدم. اینجا قشنگ ببینید دونه دونه مرحله به مرحله من همه رو اومدم گذاشتم براتون و میتونید دونه دونه همه رو زیر نظر بگیرید. برید قشنگ بالا. خب و از اونجا به بعد نکاتی که گذاشتم رو ببینید مثلا معاملاتی که اینجا نقطه ورود بسته شده اینا همه رو کامل من توضیح دادم بهتون. اینجا اجازه بدید فکر کنم کان 10K بود. بله اینجا ببینید این دوتا معامله بود. خب که این معامله رو من نبستم گذاشتم بره تارگت بزنه که بعد از این نقطه حدود 4 روز معامله باز بود و بعد در سود بسته شد با حدود 200 خورده $. و این 11512 $، حدود $11700 شده فکر می‌کنم. حالا بریم جلوتر. ببینید اینجا روند اکانت پراپ بوده که داشته جلو میرفته. من اینجاها اکانت دوم رو اضافه کردم فکر می‌کنم. یکم جلوتر بریم. ببینید من قشنگ اومدم استیتمنت، البته این استیتمنت بچه‌هاست. اینجا اومدم استیتمنت براتون گذاشتم کامل که آقا این مسیری که من رفتم ببینید 18 تا معامله داشتیم. از 18 تا معامله 2 تا معاملش ناموفق بود. تازه اون 2 تایی هم که ناموفق بود میدونید چی بود؟ معامله مثلا می‌خواسته مثلا اینجا بسته بشه در نقطه ورود، مثلا اینجا بسته شده در یه ذره مثلا در ضرر. خب به خاطر اسپرد و به خاطر این داستانا و همین دوتا معامله هم به خاطر اون در واقع ضرر شده بوده و این در واقع برآیند. خب جلوتر رفتیم. اینجا بود. نه اکانت دوم رو من اینجا معامله اول اکانت دوم. خب اکانت دوم رو استارت زدم. اولی رو از سایت پراپی گرفتم، دومی رو از فاندد نکس گرفتم و اینم اکانت دومشه که در واقع اکانت تریداش رو استارت زدیم. مقدار جلوتر بریم. اینجا روند رو ببینید. روند معاملات بعدیشه. مرحله رفتیم جلو. منتظر اون معامله یه چیزم که بسته شد. اوکی. اینجا آربارها رو من حساب کردم. ببینید من قبلا توی ویدیو بهتون گفتم خب که آقا ما اگر که ما یه موقعی میگیم آقا من یه معامله دارم، خب اینجا ببینید من دارم محاسبه میکنم پروفیت دو اکانت رو دارم میذارم به نسبت کل تنها استاپ لاسی که داشتم. تنها استاپ لاس هم $36 بوده. آرباری که به دست اومد 23 بود. چی رو بهتون توضیح دادم؟ گفتم آقا شما به جایی که بیای بگی یک معامله من میگیرم آربار 2 ازش بگیرم، بیا بگو آقا من 10 تا معامله میگیرم برآیند 10 معامله‌ام رو آربار میگیرم. خب این نکته خیلی مهمیه. خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن. همیشه یک معامله نیازی نیست آربار قوی داشته باشه. شما ممکنه در یک معامله ضرر بیشتری داشته باشی، در یک معامله ضرر نداشته باشی، در یک معامله ضرر کوچیکی داشته باشی، در یک معامله در 10 تا معامله سود داشته باشی. برآیند مجموع معاملات رو بکنی یک آر به آر. این کلیده. من خودم شخصا توی هیچ سوشال مدیا و هیچ آموزشی این نکته رو ندیدم که بگه آقا 10 تا معاملات رو برآیند بگیر. برآیند نه آر به آر بگیر، ریسک به ریوارد بگیر. یعنی به دنبال این نباش که آقا من حتما یه معامله باشه آر به آر 2 به من بده. اوکی؟ پس من اومدم الان مجموع این یه هفته و نصفی رو اومدم چیزو کردم. ببینید یه اکانت دومه. خب دقیقاً اولی معاملهش تیپی خورده بود. تمام ترید انجام شد با وین ریت 100%. اکانت از 25000 رسید به 25453. هر کدوم از این اکانت‌ها با 2000 تا در مرحله اول سود به دست بیاره تا پاس بشه. و همین مرحله رفتیم جلو. من فقط اگه اونو بتونم پیدا بکنم خیلی خوب میشه. این بود فکر می‌کنم. درسته؟ نه اونو نمیدونم شاتش کجاست. تو هم کانال گذاشتمش. و اینم معامله الانی که بازه. من یه نگاهی بندازم بهش ببینم به چند دلار رسید. ببینید معامله ببینم دیده میشه براتون. همین الان لایو معامله‌ای که داریم کاملا معکوسه. اگه بتونید نگه دارید معامله $68 همین الان توی سوده. بذارید من $70 شد. بذارید من یه لحظه اسکرین شات بگیرم بذارم داخل کانال همین الان براتون اینجا بیاد. پس این صحبتایی که دارم میکنم خب
چیزیه که من دارم با نتیجه باهاتون صحبت میکنم. یعنی عملاً الان 2 هفته ترید کردم، 2 تا اکانت رو گرفتم خودم. 2 تا اکانت رو که گرفتم، ببینید 2 تا اکانت رو که گرفتم، اینجا البته تصویر من جلوشه، اینجا ببینید $69 پروفیت اکانت، از اون موقع اینا جلوش بوده و مثلا از $40 رسیده به $69. تیپیش هم بوده فکر می‌کنم 100 خورده دلار، نه 200 خورده دلاره. و این از این. بریم سراغ این ور. اینجا رو من بهتون نشون بدم کامل. ببینید ما الان کلا 9 روز کاری داشتیم، 9 روز ترید داشتیم. خب و بذارید من تصویر خودم رو بیارم این ور. 9 روز ما ترید داشتیم. خب و این مسیری بوده که اکانت طی کرده. اینجا تنها جایی بوده که ما در واقع یه دونه استاپ لاس داشتیم. خب و اینجا این هم نتایج معاملاتیه که داشتیم. 32 معامله داشتیم، تمام معاملات 7 تاش ناموفق بوده از 32 معامله. حالا بریم ریز معاملات رو بررسی بکنیم. ببینید جی پی کد ببینید اینجا با $40 سود بسته شده، اینجا 53 تا. مثبت ها رو من صحبت نمی‌کنم، فقط اونایی که قرمز داره رو می‌خوام بهتون نشون بدم. خب اینجا جی پی سی اچ اف اولی با $51 سود، اینجا با 16 سنت، یعنی نقطه ورود بوده به خاطر اسپرد اون ضررش بوده. اینجا ایودی کد با $16، این با $3 منفی. خب ایودی کد اینایی که میگم ایودی کد یعنی 2 تا اوردر فعال شده، اوردر دومیه به ما اون سود رو داده، درسته. سی اچ اف جی پی وای این ببینید 39 و 27 40 خورده، یعنی فقط همون فاصله اسپرد، یعنی عملا ضرری نبوده. جی پی یو اس دی اینجا ببینید این با این بوده 45 و 29 46 و 21، باز هم بحث همون فاصله فقط به خاطر اسپرده. یورو یو اس دی البته این توی خود متاترید برای من مساوی نشون میده، اینجا چون کمیسیون رو محاسبه نمیکنه این اعداد یه مقداری فرق میکنه، وگرنه توی متاترید برای من مساویه. اینجا ببینید تنها استاپ لاسی که من داشتم که همینم میتونستیم نداشته باشیم که من به یه علتی معامله رو بستم، تنها استاپ لاس. حالا ببینید یورو یو اس دی 22 و 79 23 و 26، باز هم همون بحث اسپرد. اینا همه توی کانال گذاشتم و همه چیشم اوکیه. خب و اینجا تنها استاپ لاسیه که داشتیم در تمام این معاملات، یه دونه 37 تا استاپ لاس داشتیم و یه دونه یو اس سی اچ اف تیپی خوردیم، یه دونه ان یو اس دی تیپی کامل خوردیم. این از آنالیز پراپی. بریم اینجا من داشبورد این رو بیارم، این فاندد نکسته اگر که بیاد. اوکی ببینید پروفیت اند لاس $480 ما توی پروفیت هستیم در حال حاضر و ببینید مینیمم دی پس شده، اوکی شده. در واقع این باید به $2000 برسه، $480 شو رفته. دیلی لاسی که داریم میتونیم تا این عدد ضرر بکنیم که ما در واقع این عدد رو ضرر نمی کنیم چون مدیریت سرمایه داریم و نهایتا میتونیم این مقدار رو ضرر بکنیم. اوکی، یعنی از بالانس شروع اکانت داره حساب میکنه که $3000 اجازه ضرر کردن مجموعا ما داریم. نکته بعدی هم یه نکته هم در مورد خود سایت پراپی بهتون بگم که در واقع یه مزیتی که جدید اضافه شده اینه که همین تازگی هم اضافه شده، شاید چند روزه از موقع عیده، مدت زمانش نامحدود شده. قبلا یه مدت زمان 30 روز و 60 روز داشت، الان کلا نامحدود شد. فاندد نکست هم دقیقاً نامحدوده. این خیلی خوبه، مزیت خیلی خوبیه. پس این نتیجه اوکی، یعنی من با ترید ها دارم بهتون نشون میدم. حالا نه تنهایی که من در یه پناپسخولی ترید کرده باشم، دونه دونه برید این تریدها رو مطابقت بدید با در واقع کانال تلگرام. خب و ببینید که این معاملات که من اینجا بهتون نشون دادم اونجا چجوری بهتون نمایشش دادم که متوجه بشید کاملا این دوتا با هم تطابق داره. این از این مسئله. بریم سراغ نکاتی که میخوام راجع به استراتژی بگم، راجع به واچ لیست بهتون بگم. یه نکته نهایی هم قبلش در مورد وی آی پی بگم که کلا این موضوع تموم شه و بعد دیگه وارد نکات استراتژی بشیم. ببینید من دقیقاً تک تک ترید ها رو داخل وی آی پی دارم سیگنال میکنم. این بهتون قبلا هم گفتم کاملا شرکت در وی آی پی اختیاریه. آقا یه نفر دوست نداره شرکت کنه، من که آموزششو دارم بهتون میدم، درسته، همه چیشم دارم بهتون میگم، میتونید خودتون توی بازار برید ترید بکنید. ولی اگر که میخواید، ببینید دو تا مزیت وجود داره. اینجا یک پیامی سنجاقه داخل کانال وی آی پی که من این لینک رو که بزنم اتفاقی که میفته چیه؟ میاد در واقع این واچ لیست رو ببینید، من اینجا این رو زدم شیر لیست فعاله. خب من این کپی لینک رو زدم و اینو گذاشتم داخل وی آی پی سنجاقه. یعنی شما هر لحظه‌ای که بزنید روی اون لینک
همین الان واچ لیست همین واچ لیست من رو به شما نشون میده. خب یعنی کامل اومدم بهتون گفتم که آقا من الان اصلا نیازی نیست به شما بگم چی الان تو چه موقعیتیه. اول از همه خب من اومدم واچ لیست رو هر روز آپدیتش میکنم. من اولین کاری که صبح میشینم روی این صندلی اینه، میام راحت اینجا دونه دونه از بالا به پایین شروع میکنم به بررسی کردن. اینجوری دونه دونه بررسی میکنم، هر کدوم هر آپدیتی داشته باشه انجام میدم. اگر جابجایی بخواد، ببینید دسته‌بندی دارم: ترید، اکانت 2، ترید سون، یعنی روی اینا میتونیم احتمالاً معامله کنی. باز اینا که از اینا داره معاملات مطمئن تریه، یعنی مثلا الان دیگه به زودی همین الان زود میخواد معامله بده. اینا باز یکم دیرتر ممکنه معامله بده. اینا در روند منتظر رسیدن به موقعیتیم. اینا همونایی ان که یه مقداری تازه دارن روند عوض میکنن. رنج همونایی که اصلا به درد فعلا نمیخوره. بازار داره کلا اینجوری بازی میکنه، به درد ما الان نمیخوره در تایم بالا. و اول از همه پس این واچ لیست من رو لحظه‌ای دارید، یعنی من هر تغییری تو این بدم بلا فاصله شما هم یه رفرش بکنید اون صفحه رو، برای دوباره اون تغییری که من دادم اینجا آپدیت میشه. مورد بعدی ببینید من الان دارم، نمیدونم الان رو اون صفحه ایم نه، خب اینجا ببینید من دونه دونه معاملات رو دارم براتون سیگنال میذارم. ببینید به این شکل. خب یعنی لینک میذارم، این لینک عکس زیرش باز میشه، مثلا یوروکد. خب و اینجا بهتون گفتم اگر مثلا به این نقطه رسید اینجا اوردرمونه، اینجا اوردر دوممونه، معامله بعدی مثلا اینجا اوردر، اینجا اوردر دوممونه. دونه دونه اینا رو اگر برید بررسی بکنید ببینید نتایج. دقت کنید تمام معاملاتی که بهتون نشون دادم اینجا توی پراپ ها همه اینا داخل وی آی پی بوده. اصلا ما کلا با وی آی پی داریم ترید میکنیم. من خیلی از رفقا رو دارم که اونا هم دقیقاً مثل من اکانتاشون داره جلو میره و اکانتا رو دارن پاس میکنن. پس تک تک معاملاتی که میبینید من الان اینجا انجام دادم داخل وی آی پی هم وجود داره. اینم از این نکته. پس اگر میخواید داخل وی آی پی شرکت بکنید، داخل کانال که برید، خب @mrluki_bot وارد ربات که بشید، من تو کپشن حالا میذارمش، وارد ربات که بشید میتونید از اونجا بزنید رو دکمه ثبت نام در وی آی پی و ثبت نام بکنید و وارد وی آی پی بشید، چون واقعا میتونه بهتون کمک بکنه. اینم از این. پس کلا این بحث اثبات یه مقداری تموم شد. حالا بریم سراغ نکاتی که میخوام امروز به استراتژی اضافه بکنم، چون خیلی نکات به درد بخوریه و مطمئنا خیلی کمکتون میکنه. ببینید یه موقعی ما در بازار داریم، حالا بحث مووینگ چیز دیگه ایه که احتمالاً بعداً راجبش بیشتر صحبت میکنیم. مووینگا هم آپدیت نهایی رو بهتون بدم. این اعداد رو بذارید روی 100 یک ساعته. این اندیکاتور بهتون گفتم چجوری سرچ بکنید دیگه. 100 یک ساعته، 200 یک ساعته، 100 4 ساعته، 50 دیلی. اوکی؟ زمانی که شما میبینی آقا این خطوط مثل بچه آدم داره حرکت میکنه و منظم داره جلو میره، خب این یعنی این که شما بذارید این همینور باشه تصویر دیگه، یعنی این که شما در یک روند منظم هستید. تمام کاری که مووینگ داره انجام میده همینه. یعنی شما در یک نگاه، مثلا من الان میرم یو اس تی کدی که میگم رنجه، در مثلا ببین دقت بکنید این خیلی مهمه که من اینو گذاشتم روی این ساعتاشو تنظیم کردم. من الان حتی اگر 1 دقیقه هم برم این چارت دقیقاً مووینگاش به همین شکله، 4 ساعت هم برم این چارت مووینگاش دقیقاً به همون شکله، یعنی نمیاد چارت تغییر کنه. درسته؟ پس این اعداد جوری تنظیم شده که مشخصه. حالا ببین این داره میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، میره بالا، با مووینگ هی درگیره، تو دل خودشه تو 4 ساعته. خب من به این کاری ندارم فعلا، یعنی به درد من زیاد نمیخوره. من به دنبال چیم؟ به دنبال همچین معامله‌ای ام که در یک روند سقف و کف بالاتر، در یک روند صعودی اوکی قرار گرفته باشم، بعد بیام چیکار کنم؟ بر اساس اون معامله بکنم. اینجا ببین اومدم گفتم که آقا قیمت به این نقطه برسه، یه مقداری اینجا صبر کنه و بعد معامله بکنیم باش، بتونیم باش جلو بریم، که معامله‌ش هم دقیقاً اینجا قرار میگیره و تیپیش هم اینجا قرار میگیره. اینا هست. اوکی. خب مورد بعدی، حالا پس بحث مووینگ رو کامل متوجه شدید. ما یه موقعی داریم قیمت داره، دقت کنید، میخواد مثلا برای ما به ما معامله بده. اوکی، ما در یه روند صعودی هم هستیم. قیمت اومده یه سقفی زده، فکر کنم 3 تا نکته باید بهتون بگم. قیمت اومده یه سقفی اینجا زده، دقت کن، بعد اومده پایین، اینجا اومده یه سقفی رو ساخته، خب، و یه سقف به نسبت سقف قبلی پایین‌تر رو ساخته. درسته؟ وقتی این سقف رو ساخته اینجا اومده به این پول بک زده.
خب ببین اعتبار این سقف به خاطری که سقف پایین‌تر از اینه یه مقداری پایین‌تره، یعنی من میتونم احتمال بدم که آقا قیمت از این ناحیه نخواد برگرده و بخواد مثلا چه میدونم بیاد یکم بازی کنه پایین‌تر رو ببینه و بعد مثلا بخواد ادامه مسیرش رو بره. درسته؟ توی بازار معمولا یه حرکت رو میبینید، همینجا هم داریم. ببین اینجا یه سقف ساخته، بعد یه سقف پایین‌تر ساخته و بعد پول بک زده و بعد ببینید پایین‌تر اومده پول بک زده. درسته؟ پس زمانی که میخوایم یک معامله رو باز کنیم به این دقت بکنیم که دقیقاً سقف قبل از این باید یه سقف بالاتر باشه. این یه مورد. خب دقیقاً سقف قبلش مثلا در روند صعودی، حالا نزولی هم معکوسش دیگه. این یه مورد دوم، یه موقعی قیمت داره ببین با این فاصله سقف ها حرکت میکنه. درسته؟ یعنی قیمت سقف ها حدوداً اندازش یکیه دیگه حدوداً. درسته؟ یهو میاد یه سقف اینجوری میسازه و برمیگرده مثلا اینجا یه گره‌ای هم داشته، مثلا برمیگرده به این گره پول بک میزنه. من توصیه‌ام اینه که در زمانی که میبینید شما قیمت یک سقف با ATR خیلی بزرگتر ساخته و به نسبت در واقع این گذشته خودش خیلی بزرگتره، صبر بکنید تا به نقاط شروع این برسه. یعنی نواحی نیاید اینجا ناحیه بکشید، نیاید مثلا اینجا ناحیه بکشید. در مورد نواحی هم بهتون توضیح میدم. خب اینجاها دنبال ورود نباشید، منتظر بشید بازار، صبر کنید، عجله که ندارید، منتظر بشید بازار به این نواحی برسه، اینجا اولین اوردرهای خودتون رو شروع بکنید. اوکی؟ اینم دومین نکته. خب من دیگه نمیخوام خیلی تفصیلش بدم. اینم از این. مورد بعدی که خیلی مهمه بیش از اندازه. آقا من یه سقفی دارم، من یه روندی دارم، اینجوری داره برای خودش میره بالا. درسته؟ اینجا قیمت اومده، ببین این ناحیه رو ما کشیدیم. خب قیمت میخواد بیاد به این ناحیه ما پول بک بزنه. درسته؟ چه کار میکنه قیمت؟ بازی میکنه، یهو شروع میکنه زارت اینجوری ریختن، یعنی عمودی با مثلا یک کندل یا نهایتا 2 کندل تق میخواد بیاد به این نقطه ما برسه. درسته؟ به هیچ عنوان شما اینجا اجازه ورود به معامله رو نداری. مثل همینجا دقیقا. ببین بازار، من برای اطمینان بیشتر اومدم گفتم آقا بذار با اینکه بازار تق نریخته، گفتم بذار یه ذره ترمز بگیره، دیر نمیشه. چرا؟ چون ما تایم بالا داریم ترید میکنیم. اصلا دیر کجا میخوایم بریم؟ اوکی؟ دیر که نمیشه. این اومده با یه ذره با شیب زیاد رسیده، من میگم یه ذره بذار شیبشو کم کنه. آقا فوقش اینه، قیمت میره یه پول بکی به اینجا هم میزنه، بعد برمیگرده اینجا، من خیالم راحت تره، ترمز گرفته، حالا بهتر میتونم ورود بکنم. گرفتیش شد؟ پس این خیلی مهمه، این نکته واقعا جدی بگیرید. اگر دیدید یهو داره به ناحیه شما میرسه، به هیچ عنوان اجازه ورود نداری. بعضی موقع خیلی نجاتتون میده، یهو میبینی مثلا این معامله از اینجا میاد میریزه تا اینجا، مثلا با یک کندل یا با 3-4 تا کندل با یه اسپایک. خب پس اگر اینجوری به قیمت رسید، شما اجازه ورود ندارید و منتظر میشید قیمت در واقع یه ذره ترمز بگیره به اون لولی که خواست برسه. مثلا اینجوری ببین، مثلا میخواد بیاد یه ذره آروم مثلا میاد اینجوری، میاد به ناحیه میرسه، یه ذره اینجا بازی میکنه، بعد شما سوار میشید که باش برید بالا. اینجوری باعث میشه اگر میخواد قیمت هانتی بکنه، هر کار میخواد بکنه، اونایی که استاپ این پشت میذارن، هر کار میخواد بکنه هانتا رو انجام میده. مخصوصا اگر دیدید یهو قیمت اومده یه شادو اینجوری زده برگشته داخل، یه شادو داره، اینجور معاملات باز مطمئن ترن. چرا؟ چون هانت کرده، قیمت رفته یه استاپ لاس هایی رو جمع کرده، الان زور داره برای بالا رفتن. گرفتی شد؟ ما جز اون دسته که اینجا استاپ میخوریم از معامله خارج میشیم نیستیم، ما جز اون دسته ایم که میذاریم بقیه استاپ بخورن، نقدینگی جمع شه، سوارشیم باشون بریم بالا به همین راحتی. پس این نکته رو مد نظر داشته باشید. در مورد نواحی کشیدن، اینو سوال زیاد کرده بودید. آقا یه موقع ما داریم یک سری نواحی اینجوری ماژورن، یک سری نواحی اینجوری ماژورن. درسته؟ ببین من در بسته به موقعیت داره، مثلا آقا اینجا ببین من اومدم شروع این رو اوردر گرفتم و ببین مثلا ماژور اصلی بعدی من، اینا رو من کشیدم، ماژور اصلی بعدی من یکی اینه.
خب یکی اینه، این ماژورای اصلی ما هستن. درسته؟ یه موقعی هست بازار میبینی یه جایی اومده، یه جایی قبلا مثلا مقاومت بوده، بعد مثلا مقاومت بوده، اینجا اومده تبدیل به حمایت شده. خب اینجور مواقع میشه این نواحی رو حساب کرد، ولی توصیه من اینه که اینجور نواحی باید نواحی تمیز و پربرخوردی باشن. مثل اینجا میبینی قیمت اینجا با قدرت اومده اینجا اومده خورده برگشته، با بدبختی شکستش، پول بک بهش زده رفته، و پس این ناحیه میتونه برای من یه ناحیه مورد تایید باشه. پس این که من میگم نواحی ماژور، اینو در نظر بگیرید. مورد بعدی که باید در نواحی در نظر بگیرید اینه که شما باید فاصله ماژورا رو در نظر بگیری. یعنی نیای مثلا اینجا یه لول داری باز بیای بگی خب اینم که یه لوله، خب اینجا یه لوله، باز اینم یه لوله، مثلا اونم یه لوله، مثلا 10 تا معامله برای من اینجا اد کنی، مثلا بگی آقا من میخوام معامله کنم. این روش کاملا اشتباهه. شما به هیچ عنوان به این ماژورای پایین نیازی نداری، به هیچ کدوم اینا نیازی نداری. همین که مووینگات روشن باشه، بدونی در کجا هستی، اینو اینجا قرار میدی. من مثلا ماژور اصلی بعدی که میکشم که خیالم هم راحت باشه برای اوردر دوم خودم اینجاست. چرا اینجا میذاری؟ چون که میخوام قشنگ برای من فضا باز باشه. چرا بیام خودمو، اینو من قبلا هم گفتم، چرا من خودم رو اینجا با تعداد اوردرهای زیاد درگیر بکنم، در صورتی که من میتونم اینجا بیام با تعداد کمتری اوردر با خیال راحت با یه حجم درست اونجا ورود کنم، برگشت پایین با یه حجم قوی دیگه اینجا ورود کنم که بتونم با 2 معامله تمام اون سودی که می‌خواستم در 10 معامله بگیرم رو بگیرم. به همین راحتی گرفتی شد. پس اینم از این مسئله. گفتم که در جریانش باشید و فاصله اوردر به شدت مهمه. ماژورهای اصلی رو برای ماژورهای پربرخورد، ماژورهای اصلی رو انتخاب بکنید. اون چند تا نکته‌ای هم که الان گفتم در مورد اینکه چجوری ورود بکنید هم بهتون توضیح دادم. اینم از این مسئله. یه فرصت ریزی هم الان وجود داره، البته از موقعی که این ویدیو رو میذارم شاید مثلا برای چند ماه بیشتر فرصت نباشه. من الان دارم یک گروهی رو اوکی میکنم. حالا اینو اولین بار دارم توضیح میدم اینجا. یک گروهی رو دارم اوکی میکنم که این گروه دست افرادیه که همه میخوان سهیم بشن در واقع این اکانت ها. یعنی ما الان من 2 تا اکانت 25 کا رو اومدم دارم پاسشون میکنم، درسته؟ اکانت های بعدی 2 تا اکانت 50 کا هستن، اکانت های بعدی 2 تا اکانت 100 کا هستن، اکانت های بعد از اون 2 تا اکانت 200 کا هست، درسته؟ و یکی از خوبیایی که فاندد نکست و اینا داره اینه که شما میتونی این اکانت ها رو زمانی که به ریل میرسه و از هر کدوم اولین برداشتش رو داشته باشی، میتونی اینا رو در هم ادغام بکنی، در یک اکانت باشه که اینجوری خب مثلا ما میتونیم به مرور زمان، مثلا در یک مدت زمان 6 ماهه، یک زمان 8 ماهه، یه اکانت $500,000 بسازیم که همش با پراپ هایی بوده که من خودم شخصا پاسش کردم و اینا همه در یکی جمع شده و پروفیت های سنگینی داره. اوکی؟ و حالا نکته‌ای که هست اینه که من در واقع افرادی که حداقل $500 سرمایه دارن میتونن توی این قضیه سهیم بشن. خب حالا اینکه شرایطش چیه و اینجور داستانا توضیحش خیلی مفصله. یه زحمتی بکشید، وارد کانال بشید، بیاید توی بیو، اینجا آیدی من قرار گرفته، درسته؟ آیدی شخصی خودمه، ادمینم ندارم، خودم هم صحبت میکنم باتون و بیاید یه اسکرین شات از دارایی که دارید به من بدید، من یه سری توضیحات میدم. اگر دوست داشتید میتونید در واقع توی این قضیه سهیم بشید و ببینید. میدونید مثل چی میمونه این قضیه؟ مثل شریک شدن در سهام یک شرکته. خب یعنی یک شرکتی داره کار میکنه، 51% سهامش دست خودشه، 49% سهامش رو، دقیقاً بورس همینه، اصلا بازار مالی همینه. خب چرا ما میتونیم بریم روی دارایی تسلا ترید بکنیم؟ همینه. حالا یکی میاد بورسش رو در بازار فارکس کار میکنه، یکی در بورس ایران، یکی در بورس نمیدونم ترکیه، یکی هر کسی توی کشور خودش، درسته؟ این کاری که من الان دارم میکنم دقیقاً یک نماده، انگار یک نمادی ایجاد شده، خب که مال شرکت منه ولی چارتی نداره، درسته؟ چارتش منم، تمام کارش رو من دارم انجام میدم. خب 49% سهامش در واقع میشه دست سرمایه گذاران باشه، 51% دست کسی که صاحب شرکته. دقیقاً مثل حالا این نمادای جفت ارزا که نه، بحثش جداست، نمادایی مثل تسلا، سهام ها، خب ایندکس ها، اینا هم دقیقاً به همین شکل دارن کار میکنن. اینم یه ایندکسه ولی ایندکس خودمونیه،
اوکی، هر کسی که دوست داشت، هر کسی که به من اعتماد داشت، خیالش راحت بود، میتونه بیاد شرایطش رو ببینه چجوری، اگر دوست داشت در واقع سرمایه گذاری داشته باشه تو این قضیه، چون که واقعا فرصت خفنیه و نتایجش رو به زودی بهتون نشون میدم. یعنی اتفاقات فوق العاده ای داره میفته. من در واقع دارم نتایج سالها تلاش خودم رو الان دارم میبینم و اون کسایی که سهیم میشن تو این در واقع سرمایه گذاری دارن میکنن روی همچین چیزی که بعد از سالها به نتیجه رسیده. اینم گفتم کاملا اختیاریه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. شرمنده مقداری توضیحات اضافی داشت چون من مجبور بودم اینا رو توضیح بدم، چون تمام سوالایی که پرسیده بودن توی چیز راجع به همین موضوعات بود و من اینا رو الان بهتون گفتم. یک لحظه ببینم نکته دیگه ای نمونده که دیگه باز نیاز نباشه توی ویدیو بعدی بگم. همین، چیز دیگه فکر نمی کنم باشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و یا علی مدد.